سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به این ویدیو. حقیقتا الان از ضبط یه ویدیوی دیگه بلند شدم اومدم که اینجا دارید می‌بینین چه ویدیویی بوده. داشتم ماینکرافت براتون رکورد می‌کردم و گفتم که بیام الان این ویدیو رو براتون بگیرم. حالا اصلا موضوع ویدیو در مورد چیه؟ از روی تامنیل فهمیدید، نیازی نیست بگم. پس بریم که این کیبورد جدید رو آنباکس کنیم. از هر چیزی نیاز میدونم بگم که الان این وضعیت ستاپی که من دارم، حالا یه کیس هم اینجا دارم که بعدا بهش میرسیم، ولی خب تو این ویدیو دیگه جایی نمیگیره. الان این وضعیت منه. از موسم خیلی راضیم چون تازه گرفتم و یه موسم مخصوص ادواردزه. اگر آنباکسش رو ندیدین بزنید روی این کارت و برید ببینیدش. اینجا هم یه کیبورد خیلی نرمال و معمولی داریم از برند ایفورتک که یه کیبورد فوله و این هم صدایی که ازش شنیدید. این کیبوردی که الان دیدید مکانیکال نیستش و خب طبیعتا صدای خیلی جذابی نداره، ولی این کیبوردی که الان خریدم یه کیبورد مکانیکاله که از برند گرین هم هست. حالا مدل دقیقش رو دارید توی تایتل ویدیو میبینید، کاری با این نداریم. بریم که میکروفون رو وصل کنیم به دوربین تا صدای اصلی هر دو تا کیبورد و آنباکس رو داشته باشیم. خب بچه‌ها، این اول از این کیبوردمونه که همچین صدایی میده. حالا بریم سراغ آنباکس کیبورد جدید و ببینیم که اون چطوریه. اوکی. خب آقا، این کیبورد ما از برند گرین هستش با مدل GK 601 مدل RGB شه که خب فکر نکنم اصلا مدل غیر RGB داشته باشه، ولی بریم سراغ آنباکسش. باز شد. اوکی. خب از جعبه درش آوردیم و بریم که ببینیم چه شکلیه این کیبورد نازنین. به آقا، به باز شد و برعکس هم بازش کردیم. به صدای خیلی جالبی داره. خیلی جالبه. حالا وایسید بزنیمش به کامپیوتر ببینیم که RGB هاش چه شکلیه. لیتس گو. چه RGB هایی داری اصل. عالیه کلیداش، عالیه RGB هاش، همه چیش پرفکته. بذارید نور رو خاموش کنم که ببینید مثلا اگه تو شب میخواید بازی کنید نور از قسمت حروف این کیبوردم میاد. به این صورت که الان دارید میبینید مثلا میتونیم ببینید که روی هر کدوم از این کلیدا، روی هر کدوم از این دکمه ها چه چیزی نوشته. این پایینش هم همونطور که میبینین دو تا بخش داره که میتونیم بدیدنش بالا و ارتفاع کیبورد رو زیاد کنین، ولی خب خیلی مستحکم نیستش، باید حواستون بهش باشه. اینطوری آره یه ذره کیبورد بهتر میاد تو دستتون و البته میشه گفتش که این کیبورد جزء کیبوردهای محسوب میشه که خیلی سایلنتن. یعنی برای مثال توی شب که نمیخواید صدای تولید کنین موقع بازی کردن میتونید از این کیبورد استفاده کنین که خیلی صدای کمی داره، ولی با همین حال یه صدای خیلی دلنشین رو بهتون تحویل میده. اوکی بچه‌ها، این بود از کلیت کیبورد که البته کلی تنظیمات و حالتهای مختلف، آپشن‌های مختلف داشت برای RGBش که من توی ویدیو بهتون نگفتم، از اونجایی که فکر نمی‌کنم خیلی حمایت بشه، ولی ممنون میشم که حمایت کنین که اگه ببینم حمایت شد توی ویدیوی بعدی براتون آپشن‌های این کیبوردم میذارم که در واقع میشه همون تنظیم کردن RGB های کیبورد. شاید هم به صورت یه شورت ویدیو بذارم، نمیدونم. ممنون میشم اگه ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین و برای حمایت از من هر پیشنهادی که دارین توی کامنت ها بهم بگین. تا ویدیوی بعدی، فعلا خداحافظ.